برای پرواز او راه طولانی را طی کرده است. سال 1992 در اوج جنگ طاقت فرسای داخلی از کابل به اردوگاه پناهندگان به پاکستان رفت. بعد راندن طالبان از حکومت در سال 2001 برگشت و مکتبش را ختم کرد. صفیه 26 ساله دومین خلبان زن در افغانستان است که در جنگ ارتش بر ضد طالبان کمک میکند. جامعه افغانستان جامعه سنتی است، با مشکلات روبرو میشیم ولی با مشکلات میسازیم. وقتی که وظیفه خود دوست داریم و خدمت و مردم دوست داریم حتما با چالش هم میسازیم. راهش به کابینه هواپیما از مکتب عالی شروع شد. پیام ترغیباتی حکومت برای خدمت در ارتش را در تلویزیون دید و به اکادمی نظامی آمد. باید افسر مخابرات میشد ولی امتحان سختی را گذشت و خلبان انتخاب شد. طبقه اوناس باید ما ارزش بدیم، احترام بکنیم و شریک بسازیم به خاطر خدمت به مردم وطن. این حقشان است. حقشان است که پیلوت شود، انجینر شود، نشانزن شود، بوتکنیک شود، تکنیک شود و خدمت کنه به مردم و وطن خود. صفیه همسرش را اینجا پیدا کرد. با کاپیتان محمد جواد نجفی عاشق هم شدند و سال گذشته فرزند اول به دنیا آمد. برای خودم یک احساس جالب، زمانی که ما و از یک جای در وظیفه میاییم بیشتر وقتا یگان دفعه با هم دیگه پرواز میکنیم، باز وقتی پس طرف خانه میریم همیشه درباره مشکلات‌های هم دیگه صحبت میکنیم، از مشکلات‌های هم دیگه خبر هستیم و سعی میکنیم مشکلات‌های هم دیگه را شانه به شانه در پالوی هم دیگه مشکلات‌ها را حل کنیم. بسیار احساس ارتش افغانستان به جای نیروهای خارجی تحت رهبری امریکا مسئولیت تامین امنیت قلمروهای بیشتر را به دست میگیرد و قصد دارد که 10% ارتش در آینده از حساب زنان پر شود. حالا 5 زن دیگر در اکادمی خلبانی می آموزند. خیلی خوشحال هستم که بالاخره موجودیت در اینجا یک مقدمه بخشید، یک آغاز بخشید و یک آغاز خیلی خوب، یک آغاز خیلی بگویم مقبول میتونم بگویم بوده و در آینده آرزو دارم، هدفی است که بالاخره یکی از موفق ترین پیلوتای آسیا بالاخره باید باشم به عنوان یک زن. همه آنها پیشقدمان افغانستانی نو هستند و همشان راه پرواز کاپیتان صفیه فیروزی را پیش گرفتند.